این پدر میگوید با تهمت обрӯи دخترش را بردند و میخواهد حق به حقدار برسد. به قول او سال پیش دختری 20 ساله او را پس از یک روز عروسی با عیب بکیره نبودن از خانه شوهر پیش کردند. اولا همی گلسته همی گپ میزنه دختر گپ زد چی که خیلی حادثه نمیتری میگه تلخ کفتون میکنم که دخترتون بیوه بوده جیان خیلی سال ما تو که نه خطا بدست بگی یگون غلقولا نکن خیلی میرم که متهم هم مرا تلخ کف کردن گریه و متهم نیکی من خیلی بدست گرفته من خیلی میدونستم که دختر ما اون گناه نداره. زندگی این پدر بعد از این تغییر یافت. کار و روزگار خود را ماند و در 16 نهاد را شروع از ناحیه تا پایتخت گفت. اول مثلا همین کار 29 اوگوست شد ما همین جمعه دختر ما خوابونه هم شوش توری کردیم بعد هم رفتیم پراکرور هم پراکرور هم میلیسه خوالین دادیم. میگوید هنوز این قضیه پورا تحقیق و پرونده نشده است. ولی همین بردن آوردن تو با درجهش که اگه مثال چراجونی کم ما با منطقه دادم منطقه کلوب داد بعد منطقه خیلی با درجه شد که یا گفتن که شما عبدالکنی خصوصی های شما با سود مراجعت کنید ما با سود مراجعت کنم سود برد جوابش خوالی گردون که نه این عبدالکنی خصوصی نمیشه و شما با چی معمولی مقامات معمولی داخلدار مثال مراجعت کنید با میلیس و پراکرور با ما گشته اومم با گنرال پراکراتور سوتی خطلونده مراجعت نزدیکان شوهر سابق مستانه دختری این پدری دادخواه دعوا دارند خودی دختر اقرار شده است که قبل از عروسی با دیگر ارتباط محرمانه داشت. ثبت هم دارند. حالی رفبو قیسنگلم پرسیدش که ابا چطران تر میگن گفتی هوا مرا فلانی کدک انای چی بچه اما سنوم گرفت بانو میشخدا زدگی نبا تحمت هنیسته ابا چه آدم ای قچز میتاوه ای قبه حواس کلی میاره میخدا تحمت میکنه. بازگشت دختر برای گوی و نودختر بودن به خانه والدین خیلی سخت است. تلاش این پدر برای اثبات بیگناهی دختر کم سابقه است. گرچند میگوید این کوشش ها را نه هر کس درک میکند. بیگناهیش ثابت شدگیه. یک همیشه بر دروغ میگن. یگون مقامات نیست که همه حقیقت آشکار کنند. همه بیشتر در دایره قانون کار نمیکنند. متخصصان مرکز جمهوری تشخیص طبی و دادگاهی میگویند در بسیار حالت نتیجه معاینه آنها هم آتش بحثی دو طرف را خاموش نمیکند. حتی حالات میشه که تو مراجعات ثبت میکنه از طرف خویش تبرون دومات ثبت میکنه این چیز رو که در حقیقت من پسری امکیم هم خیر من برای من یک چیز ناعیان است که از کدام خاطر میگفته باشن اشتباهاً و یا که من نمیدونم که تهدید از طرف خویش تبرونی از طرف داماد باشد از طرف مادر داماد باشد از طرف پدر داماد باشد که تهدید میشود که برای چی خون آمد برای چی گفتم که ریشه اساسی در خون میبینن پرابلم اساسی در خون است از همین سبب باشد بعد همون حادثه هایی که 5 سال 10 سال پیش که رخ داده بود شاید که پسری همسایه آغوش کرده باشد شاید که از بالای درخت افتیده باشد شاید که در بالای میبخشید خر سوار شده باشد یا که در بالای دیوار سوار شده باشد این چیز رو آنها ریشه اساسی فکر میکنن که شاید همون وقت بکیرگی آنها ویران شده باشد. با وجود یک سال تک و دوهایی به گفته این پدر به نتیجه او از راه برگشتنی نیست و میگوید آماده است برای اثبات پاکدامنی دخترش مبارزه برد. امسال من دخترم امسال تاریک کنن چی میشه اگر پیش رای تلاش نگیرنده میگه با دیگران عبرت میشه. در تاجیکستان بکیره بودن دختر پیش از عروسی مسئله ناموس است. در غیر صورت دختر بدنام می شود و شانسی برپا کردن عائله نو با نام نیک از دست می رود.